اگر یک فرد یا چند نفر آمدن، یک نفر لباس پلیس پوشیده بود، بقیه نفرات خیر، مگر اینکه با خودروی پلیس بیاد. خودروی پلیس تا امروز به حمدالله جلب نشده. اخیراً برخی از سارقین هستن که از تجهیزات پلیسی هم استفاده، یعنی از لباس پلیس استفاده میکنند. اگر شک کردیم بایستی که حتما با مرکز فوریت‌های 110 تماس بگیریم، هویت این فرد رو مشخص بکنیم. اونجا به طور 24 ساعته حتی موقعیت گشتی رو میتونه روی سامانه ببینید این گشتی که اونجا کدام گشته، کدام مأموره. بنابراین به صرف لباس پوشیدن اعتماد نباید کرد برای کسانی که با لباس شخصی، با مأمور ماشین شخصی یا موتور شخصی میان و بعد یک کارتی رو ممکنه ارائه کنه. ببین یک کارت جعلیه، همینجوری هم پیداست، اصلا یه قسمتاش هم شاید با دست کشیده شده. این رو ممکنه که بیاد نشون بده عکسش رو با یه دونه آرمی که گوشش زده شده. نه، مأمور اگر مأمور واقعی باشه این کارت رو میده دست شهروند، میگه این کارت من، اینم تصویر من مأمور هستم، شاید کم داری زنگ بزن به 110 اصالت منو کنترل بکن. پس این بیسیم هیچ جای پلیس وجود نداره. اینو دستش گرفته، این در اصل شاید هم حالا بیسیم باشه، شاید واسه همین توکی واکی‌ها باشه، فقط ممکنه که یه صدای خشخشی بکنه. بنابراین نشون دادن بیسیم، نشون دادن یه کارت نصف نیمه، کارت رو به نفر مقابل نده اصلا دلیل نمیشه. اگر قرار شد ورود کنن به منزل، به مغازه، جای دیگه، اینا باید داره حکم باشه.